توجیکستان بانک دولتی توجیکستان امانت بانک با دادن قرضها با پول ملی چین یوان شروع کرده است. امانت بانک از صاحبکارانی که تجارتشان با چین وابسته است دعوت کرده است که میتوانند از این بانک با یوان قرض بگیرند. پیشنهاد قرض با یوان بار اول و در شرایطی در توجیکستان راه اندازی می شود که کشور به کمبودی اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی روبروست. همکارم عبدالله شروف این موضوع پیگیری دارد و تفصیلات را از او میپرسیم. عبدالله سلام. چرا یوان؟ چه ضرورتی برای پول ملی چین در توجیکستان به وجود آمد؟ سلام شهلا. اهمیت یوان در آن است که چین یکی از شریکان بزرگی توجیکستان است. اکثریت تاجران هم از همین کشور مال وارد میکنند. این است که بازارهای تاجیکستان شروع از لباس و جهاز خانه تا داس و بالغه و میخچه همگی مال چین هستند. اما مشکل در آن است که تاجیکستان هر سال بر عوض 600-700 میلیون دلار از چین مال وارد میکند، ولی در عوض به قدر خیلی ناچیز مال صادر میکند. از این رو بخش اعظمی دلار تاجیکستان به چین می رود که باعث کمبود این نوع اسعار در داخل کشور می شود. ظاهراً برای حل این مشکل امانت بانک دادن قرضها را با یوان شروع کرده است که طلبات زیاد خواهد داشت، اما باید گویم که جایگزین کردن یوان و روبل در برابر دلار یکی از برنامه‌های بزرگ چین و روسیه در دایره سازمان همکاری‌های شانگهای است. چین در شرایط کمبود دلار در کشورهای عضو این سازمان تلاش دارد سودای خارجی را در منطقه با یوان به راه ماند. اما عبدالله وقتی تاجران با یوان قرض بگیرند مسئله بازگرداندن آن چه خیل می شود؟ منظورم از کجا یوان یافته می‌دهند؟ شهلا، ویژگی این برنامه قرضی امانت بانک هم همین است که به تاجران امکان می‌دهد که یوان قرض گرفته از چین مال وارد کنند و قرض را با سامانی پرداخت کنند. اما ببین عبدالله 2 سال پیش چنین یک برنامه میان توجیکستان و چین امضا شده بود، اما بعداً از آن خبری نشد. بله شهلا، فهمیدم منظورت را. بانک ملی در پایان سال 2015 در اوج جهش قرب دلار در نسبت سامانی با بانک مردمی چین سازشنامه را با اصول سواپ به امضا رساند. طبق این سازشنامه جانب چین به تاجیکستان تقریبا 3 میلیارد و 177 میلیون یوان معادل 500 میلیون دلار باید میداد. اما این طرح موفق نشد و فروش یوان در صرافی‌های تاجیکستان هم پیدا نگشت. بنابر گفته بعضی از منبع‌ها بانک ملی بنابر زیاد بودن ریسک چنین یک سازشنامه از ادامه عملی کردن آن خودداری کرده است. سواپ یک نوع داد و گرفت اسعاری میان بانک‌ها برای مدت معین است که در اکثریت موارد بین بانک‌های مرکزی دو کشور برای کم کردن تغییرات در قرب اسعار روی دست گرفته می شود. تشکر عبدالله برای صحبت.